سلام. توی این قسمت ما به لابراتوار عکاسی آریا رفتیم. اما دلیل رفتنمون یک پیج اینستاگرامیه. یک پیج اینستاگرامی که قریب به 10 ساله به شکل بسیار معین و منظمی عکس‌های سلفی یا به تعبیر دارنده پیج عکس‌های 2 نفره در اون منتشر میشه. عکس‌های 2 نفره‌ای که همیشه شخص عکاس در سمت چپ تصویر و شخصی که به اون عکس سلفی گرفته شده در سمت راست تصویر دیده میشه. رضا رفیعی عکاس و چاپکار قریب 10 سال است که پیج اینستاگرام خودش رو به این شکل سامان داده. برای ما خیلی جالب بود از اینکه چرا رضا رفیعی داره به این شکل عکس‌ها رو منتشر میکنه و اینکه این عکس‌ها سرنوشتشون فقط انتشار در اینستاگرامه یا قرار اتفاقات دیگه هم براش بیفته. یا جدا از اون اصلا قصه پشت این همه عکس‌ها چیه؟ ما سعی کردیم که توی یک مصاحبه‌ای به این بپردازیم. و البته نکته ضروری اینه که ما یک بار پیش از این مصاحبه ویدیویی که می‌بینید به همراه شیرین شرفی از طرف مجله ایز به لابراتوار آریا رفتیم برای این مصاحبه. و وقتی نتیجه این مصاحبه رو دیدیم خیلی حیفمون اومد که چرا این مصاحبه رو به شکل تصویری انجام ندادیم. بنابراین توی تابستون 403 مصاحبه ای رو این بار به شکل ویدیویی انجام دادیم با رضا رفیعی که البته از حیث محتوایی تغییراتی نسبت به مصاحبه اول داره. زحمت فیلم برداری این مصاحبه ویدیویی رو شیرین شرفی کشیده و بنا بود این مصاحبه ویدیویی پس از انتشار مجله ایز منتشر بشه و در دسترس عموم قرار بگیره. اما الان قریب به 1 سال خورده‌ایه که از فراخوان آخر ایز میگذره، شاید حتی نزدیک 2 سال، و این شماره همچنان بیرون نیومده. بنابراین من شخصا تصمیم گرفتم که این مصاحبه ویدیویی رو منتشر بکنم و حالا هر وقت هم که اون مصاحبه متنی منتشر شده از طرف مجله پیشنهاد میکنم که اون رو هم مطالعه کنید، نکات جالبی درش هست. به هر حال این شما و این مصاحبه ما با رضا رفیعی. چیزی که دوست داشتم باهاش شروع بکنم اینه، یعنی ما پیج شما رو نگاه میکنیم کیف میکنیم. اون که به کنار، حالا کیف کردنه چند تا جهت داره. یه جهتش اینه که آدمای مختلفی رو میبینیم توی این پیج و اولین چیزی که به ذهنمون میاد اینه که تعداد زیادی از این آدما رو میتونیم سلکت کنیم و انتخاب کنیم تو همین اتاق بذاریمشون دوتایی که اگر این 2 تا آدم رو فرضی رو ما داخل این اتاق بذاریم بعد نیم ساعت احتمالا یکیشون زنده بیرون بیاد، یعنی یکی اون یکی رو کشته در لحظه آخر. خب چرا اینو میگی؟ دیگه یعنی از نظر تضاد فکری و اینا؟ تضاد فکری، حالا اصلا نمیخوام وارد اسم بشم، ولی اینکه این پشت سر اون حرف میزنه، این اونو فوش میده، زیادم، خیلی زیادم. خب آخه تو همه صنفا هست، تو نقاشا هم هست، اون یکی اونو قبولا فیلم سازا هست، بازیگرا هست. آره یکی میگه مثلا من مارلون برانده ایرانم، یکی میگه نه این فقط مربوطه به ما نیست. آره و اونجوری هم نیست، ممکنه دور و دور یه اینجوری باشه، تضاد باشه، ولی وقتی نزدیک میشن نه خیلی هم چاکر نوکریمون میکنن و میرن. شاید بعد ممکنه آره، ولی شاید چیزه، شاید رواداری دارن میکنن. آره. حالا سوال اول اینه که شما چجوری تونستید، یعنی توی این طی این سالیان، این رابطه تقریبا دوستانه رو با یه بخش اعظمی از جامعه عکاسی برقرار بکنید؟ یعنی این شکلی نباشه، چون ببینید مثلا ما توی دانشگاه جبهه پندی داریم، مثلا شما یه نوع خاصی عکس بگیری میگن خب این اصلا به درد ما نمیخوره، ما این کارو نمی‌کنیم. یا سراغ بخش‌های مختلف هم برید، یه جا شما رو مسخره میکنن که عکس بلد نیستید بگیرید، یه جا شما رو مسخره میکنن که عکس بلدید بگیرید. یعنی شکل‌های مختلف داره. ولی این برام جالبه که توی پیج شما انگاری که تمام این تضادها یه لحظه تونستن کنار هم جمع بشن. این چجوری ممکن شده؟ یه لحظه که نه، چند سال طول کشیده. آره نه، منظورم از یه لحظه اون لحظه‌ای که دلیلش می‌دونی چیه؟ دلیلش خیلی مثلا تو شخصیت من اینه که من با همه آدما شوخی میکنم.
و به غیر از شاید یک مورد تا حالا کسی از شوخی من ناراحت نشد. و شوخی یه دریچه‌ای باز میکنه به سمت نزدیک شدن، یعنی نزدیکتر شدن، غیر از مقوله چاپ و عکس و عکاسی اینا نه. یعنی اون شوخی ها، یعنی مثلا من با آدمای مثلا فرضون کامران عد شوخی دارم که به گفته خودش اصلا کسی باهاش شوخی نمیکنه اصلا، یعنی جورش کاراکترش که اصلا کسی شوخی نمیکنه. تا مثلا اشخاص مثلا 20 ساله 25 ساله، یعنی دانشجو یا، و این یه دریچه چیز شد، جذابی شد واسه نزدیک شدن ها. یعنی این همین با شوخی، یعنی مثلا من تقریبا با همه شوخی، با همه. یعنی الان مثلا فرض کنید زن من موقعی که من حرف میزنم اصلا نمیدونه من هم دارم شوخی میگم یا جدی دارم میگم، هنوز نفهمیده. و این کار رو با همه کردم. یعنی این شوخیه اون چیز است، به صدا وروده است و خوششون میاد زمان، چون جامعه یه جوریه که همه چیز مثلا سخته و سنگینه و همه اینجوری هن و اینا، ولی موقعی که تو یهو میخندی از دست من، بعد انگار که یهو خوشت میاد، به دلت میشینه. میدونی؟ من هم این کارو کردم، خیلی ساده. یعنی بعدم تفاوت قائل نشدم بین مثلا استادنم 85 ساله با دانشجوی مثلا 20 ساله، هیچ فرق نکرد، همون. و همین کارو تو رفتار کاریم هم کردم. یعنی همونطور که مثلا واسه احمد علی مثلا 6 تا تست زدم تا خوشش بیاد، واسه دانشجو هم کردم، واسه آدمای معمولی هم کردم، حتی عکسای خانوادگی رو من این کارو کردم. چون عکس تولده ولی با دقت چاپ کردم. دلیلش هم اینه که عکس، یعنی یه دونه مثلا من روزی ممکنه 1000 تا 2000 تا عکس ببینم، ولی مثلا تو عکس که میخوای ببری خونتون 3 تا میبری، 2 تا میبری، یه عمر میخوای بزنی به این دیوار نگاه کن. اگه این عکس بعد باشه یه عمر عکس بعد میبینی. بعد از چه لحاظ؟ بعد یعنی بعد چاپ، بعد کادر، نمیدونم درستش نکرده باشن، میگم حتی عکس. ولی اگه عکس خوب باشه یه عمر عکس خوب میبینی، حتی ممکنه تو درک نکنی اینا. آدم معمولیه مثلا عکس خانوادگی اینا شاید هم یه خود بالا پایین، ولی من اون کارم میکنم. این خودش باعثه، یعنی اون داستان موفقیت. یعنی مدل رفتاریم یه جوریه که هیچ فرق نذاشتن بین کوچیک و بزرگ. چه عباس کیارستمی، چه احمد علی، چه یحیی دهقانپور، چه بهمن جلالی، همه همینطوری، تا یه دونه دانشجو. حتی دانشجو هم پایین تره، هنرستانی. و اون صفحه منی که میگی، عکسایی که اونجا هست دقت کرده باشی اگر توش هم بچه هنرستانی هست، هم استاد هست، هم پیر هست، هم جوان هست، همه رقم هست. یعنی منحصره این نیست که من برم مثلا با آدمای معروف و مثلا مشهورم فلان اینا، نه اینجوری نیست. همه کس هست. یه کسایی اونجا هستن که تو نمیشناسیشون، اسمشو بلد نیست، ولی من به خاطر اینکه خب صفحه من همه عکاسن دیگه. حالا عکاسه، حالا خیلی هاشون همونا که مثلا 5 سال پیشن الان خودش کلاس داره. این اصلش شوخ طبعی رو که میگید، به نظر من یه چیز خیلی ظریف و سهل و ممتنع است. یعنی شوخی رو خب خیلی از آدما میکنن، یعنی خیلی از آدما شوخ طبعن، شوخی هم زیاد میکنن، ولی حس میکنم توی این طیف متنوع و متکثر و متعارضی که مثلا عکسایی که توی پیج ما داریم میبینیم، شخصیت‌های مختلف هستن، خلق‌های مختلف هستن، سن و سال مختلفه، موقعیت‌های شغلی و اجتماعی مختلفه،
اسم میکنم یه ظرافت خیلی عجیب غریب میخواد، یه مهارت خیلی عجیب و غریب میخواد که شما بتونید در واقع با این طیف از مثلا به قول خودتون عکاسا تعامل بکنید و بتونید که مثلا باهاشون کار بکنید، یا مثلا توی این پیج باهاشون عکس بگیرید. این به نظر من خیلی مهم میشه. حالا که شما مدل آخه شوخی رو باید بلد باشه. آره واسه همین میگم مهارت دیگه. اون یه همون که میگی یه ظرافتی داره که مثلا مدل شوخی رو که با تو انجام میدن با اون یه جور دیگه است. هر کدوم برای خودی هر کاراکتری فرق میکنه. اما مریم زندی که من شوخی میکنم خب یه مدله، با مثلا فرض کن این بخوام شوخی کنم یه مدل دیگه است. می‌دونی تفاوت سنی و فلان، نه به خاطر استادی و اینا، نه اون تفاوت سنی و اون وزنش اونو بلد شدم دیگه در طی این سالها. یاد گرفتم که مثلا چه مدل شروع کنم که چیز شده ناراحت. میگم به غیر از واقعا یه مورد که از دست من ناراحت شد، از شوخی من ناراحت شد، بقیه نه. اون یه موردی که از شوخیتون ناراحت شده عکسش توی صفحتون هست. جالب. دوست دارید نام ببرید؟ نه خب مثلا یه مورد ببین، مثلا من عکس آقای چیز و آقای بگو اسمشو لطفی یه نفر گرفته، من عکس رو دادم به دیوار دیگه. همه این عکس‌ها رو هیچ کدوم من نگرفتم که، هیچ کدوم آدمای مختلف گرفتن. عکس آقای لطفی رو من زدم به دیوار. یه مورد مثلا که بعد اومد تو عکس هم زدی به دیوار. خدا آقای لطفی؟ نه عکاس. حالا اسمش نه. گفتم خب من نفروختمش، نه کاری که زدم به دیوار اینجا مردم میبینن. بعد اونم لطفیه، عکس مثلا خوار مادر نیست. یعنی چهره جهانیه. اکثر خلاصه من کندم از دیوار، پاره کردم راه دادم. یکی از اون اتفاقایی که این فرق داره، اون اکثر من داره بودم. این عکس نبود؟ نه این یکی دیگه. ما 1000 تا عکس لطفی چاپ کردیم. حالا اون یه دونه اومد گفتش که برای عکس منو زدی به دیوار. بعد بهش گفتم پاره که کردم، بهش گفتم خیلی باید باعث افتخارت بشه که عکس تو رو من زدم به دیوار، که عده‌ای بیان ببینن بگن اینو کی گرفته، بگم فلانی. یعنی این فضایی که ما داریم خیلی آدم ها رفتن آمدن، خیلی آدم های مختلف، حالا آرتیست، نه بازیگر، کارگردان، هر که خیلی آدم های مختلفی میان و خوبه براشون. یعنی اینکه من عکسشو بزنم به دیوار، یعنی باید خیلی هم خوشش بیاد. این یکی از اون شوخیه نه، این یه موردی بود که حرفم شد با یه شخصی که عکس زدم به دیوار. اونم عکس آقای لطفی. مثلا توی این مورد، حالا باز برمیگردیم به اون پیجه، ولی مثلا توی این مورد مثلا به این فکر نکردید که شاید اگر مثلا عکس همون شخص رو با اسم عکاس زیرش میزدید مثلا همچین واکنشی نداشت، یا حتی مثلا خوشحال هیچ کدومو نزدیم. میگم شاید این مثلا چیزی باشه. نه ببین آخه مثلا یک کسایی هستن چهره مثلا آقای شجریان، اون فایل دیدی که همون عکس رو، این عکس مرداد گرفته، مرداد اسکویی. بعد این موقعی که ایشون فوت کرد، قبل از اینکه فوت کنه ما سالها قبل داده بودیم به دیواری. حتی ایشون چاپ کردم برای خودم هم بردم خونه، البته امضا کرده بود. ولی این آدما یه موقع هستن که کارهای خاصی کردی، مثلا کارهای نمایشگاهی، چیه میفروشی اونا رو، از این کارا اون بحثش جداست. ولی چهره های اون شکلی مال تو نیست، مال من نیست. کما این که مرداد این عکس فایلش اصلا داد به ما، تو صفحه‌ش هم اعلام کرد، گفتش که هر کی خواست اینو چاپ کنه به هر اندازه فایل بزرگ داده به ما، به هر اندازه با اینجا تماس بگیره برای چاپ. یعنی فایل اصلا بخشید به ما و ما هم هزاران چاپ کردیم.
از 20 اردیفنگ 2 ساعت در رفته، هر کی دلش خواست. منظورم به اینه اون اعتراضه خوب نیست، می‌دونی؟ مخصوصا برای این جور آدم این شکلی یا این شکلی. اوکی، این بحث چیز رو من کردم، یه نکته‌ای دارم در داخل همین شوخیه. این شوخیه یه ظرافتی داره، این شوخیه یعنی یه حدی از نزدیک شدن و قرابت با آدم هاست که در این حال یه فاصله خیلی روشنی هم داره که در واقع وارد مثلا خطوط قرمز اون آدم نشه، باعث نشه اون آدم بهش بر بخوره یا احساس ناامنی بکنه یا تمام این موارد. نه دیگه از دو سه دفعه که بگذره بعد دستت میاد دیگه. آره. بعد بیشتر هم میتونی بری. آره میدونم، ولی منظورم اینه که همیشه یه حدی داره که آدم اون حد رو باید چیز بکنه، کنترل. حالا اینو میخوام بگم که این انگاری تو عکاسی خیلی مقوله مهمیه، در واقع تعاملی که عکاس با شخصی که میخواد ازش عکس برداره بکنه. اول اینو میخواستم بپرسم که عکسایی که توی پیجه عکساییه که افراد مثلا پیشنهاد دادن بگیرن یا شما پیشنهاد دادید بگیرید، یا اگر که مثلا شما پیشنهاد دادید بگیرید در واقع با چه طرقی بوده؟ در موقعی که عکس رسید حدود 80 90 تا 100 تا خب خیلی از پیشنهادها از اون طرف میشه که فلانی با ما عکس میگیری؟ آره ببینش. یعنی اونجوری بود، درخواست منم بود، همه جور مخلوط. خیلی هاشم اونجوریه. آره. یعنی دلش خواسته که بیاد تو این صفحه باشه. خیلی از آدمایی که عکاس نیستن به من گفتن با ما عکس نمیگیری؟ بعد من گفتم که چرا عکس میگیرم باید، ولی تو صفحه‌ام نمیذارم، ولی تو عکاس نیستی برای اینکه قراره من عکاس بودم. بعد موردی هم بوده که در واقع عکاس نباشه، آره. بیاد اینجا عکس بگیره فقط پسر. کسی پس راضی نشد. نه کسی دیگه توش. نه این که شما این طرف بیاد این عکس رو که شما میگید بگیره، شغلش عکاس نباشه، بعد بره. نه نیست دیگه. میگم به غیر از حسین کسی پسر. بقیه هم عکاسی. البته حسین هم عکاسی میکنه ها، ولی نه که حالا عکاس باشه، چون بیشتر ورزشکاره. باز فکر میکنم یه لحظه این منظورمو نتونستم برسونم. منظورم این بود کسی به شما پیشنهاد عکس بده، شما بگید که من تو صفحه‌ام نمیذارم، به رغم این بیاد با شما عکس رو بگیره. این مدل بوده. خب نگیره. چرا؟ مثلا 2 تا دوست بودن اومدن، من انداختم با یکی ولی عکسمون رو نذاشتم. این که عکاس بوده گذاشتم. چرا مثلا آقای چکنواریان هم اومده اینجا؟ من عکس نگرفتم. عکاس نیست. حالا گنده ترین آدم موسیقیه. ولی خب عکس مثلا من فرض کنم با حامد بهداد عکس. حامد بهداد عکس به خاطر عکس میاد اینجا. نه به خاطر اینکه بازیگره. بازی جالبی هم شاید داشته باشه ولی به خاطر عکاسیشه. میاد میشیم لاس میزنیم اینجا با هم دیگه عکس چاپ میکنیم فلان، یا نم صابره یا مثلا حمید جبلی عکاسه، عکسای حسابی داره. الان ببین مثلا این عکس رو، این عکس حمید جبلیه پشت صحنه خونه مادر بزرگ است. یا مثلا نه عکسای چیز داره از ماسوله که قرار بود کتاب شه. این عکسای خوبی داره. من به خاطر عکاس بودنش، نه به خاطر کلاه قرمزی. یا مثلا آقای پناهی مثلا به خاطر عکاس بودنش میاد اینجا عکس میگیره، یعنی چاپ عکس انداخته. نمیگم به خاطر چیز حالا معروف بودنش یا بازیگر بودنش. حالا اینو داشتم میگفتم که اون 80 90 تایی که شما مثلا داشتید میگفتی عکسایی بود که صرفا با آشناها میگرفتی، چون با آشناها عکس گرفتن انگار اونقدر سخت نیست تا مثلا آدمایی که نه آشنا که خب همه آشناییم دیگه. یعنی الان مثلا ببین من زود وارد این شغل شدم دیگه. من سال 58 وارد این شغل شدم. خب بعد یه وارد عکاسی وارد لابراتوار
و عکاسی. قبل از 58 هم عکاسی میکردید؟ قبل 58 دیگه کوچیک بودم می‌بودم. نه مثلا دوربین سالی دوربین داشتم. چی داشتی؟ دوربین نیکرومات داشتم. یه دونه هم یاشیکای چیز داشتم، دو لنزی. حالا اون ولی خب زمان طولانی شده دیگه، میدونی؟ بعد حالا یه وقفه افتاد بین جنگ شد و نه فلان، ما رفتیم جنگ و یه 2 سال 3 سال نبودیم. بعد خلاصه ماجراهایی، بعد ولی از مثلا 68 باز مستمر همه کار رو ادامه دادیم. خب چقدر میشه؟ 35 سال. یعنی اونش تازه مستمره، اون با فاصله. کلی از همون آشنایی که از اون موقع داشتم باز اومدن این بر باز آشنا شد، یعنی آشناتر شد. خب توی این مسیر طولانی خب خیلی رفیق پیدا کنید. یعنی مثلا آدمایی که الان مثلا آقای نعمت حقیقی الان چند سال فوت کرده، با اون موقع میمد راحت میشست پیش ما با هم دیگه حرف میزدیم، اکچاپ میکردیم فلان. حالا فوت خیلی اینطوری شد. خب اون موقع هم این داستانش نبود که من با زمان نعمت عکس میگیرم. خب نبود، نگرفتم. یعنی اون موقع عکس سلفی مود نبود منظورت میگم؟ اصلا نیومده بودن دیگه. زود فوت کرد آقای حقیقی. میشناسیش؟ نه ایشون فیلم بردار سینما. بله. یعنی عکاس بود بعد فیلم بردار. بعد دیگه یعنی بعد تو تایم طولانی که میری خب خیلی چیز میشه دیگه. آدمای متفاوت و آدمای بعد رفیق میشی. با خیلی هاشون دیگه رفت آمد پیدا میکنی. بعد عرق میخوری باهاشون. متوجه. چیزی که من داشتم بهش فکر میکردم این بود که شما که حالا مثلا با آدمای به هر حال میگه توی زمان طولانی با آدمای جامعه عکاسی آشنایی داشتید، صمیمیت دارید، باشون میتونید راحت عکس بگیرید و اینها. یه لحظه اینو بذارید کنار. میخوام ببینم اگر مثلا شما اینطور بهتون بگم مثلا داخل خیابون باشید و دوربین دستتون باشم، همینقدر راحت میتونید از آدم‌ها عکس بگیرید. یعنی به شکلی باشه که مثلا باشون تعامل بکنید و آره گفتم بهت گفتم یه پروژه اونجوری میخوام اجرا کنم. همین کارو بکنم ولی تو کوچه، تو پارک، تو خیابون، بازار، حالا هر جا که شد همین کارو بکنم با آدمای معمولی. حالا آقا خانم، یعنی هر کی به قول رادار. خیلی هم دوست ندارم شاید هم بگم بیا با هم عکس بگیریم، نذارم. ولی اونم دارم. نه اینو بیشتر از این بابت میگفتم که خواستم ببینم که شما قبل از یعنی قبلتر از این که مثلا کلا بیشتر توی تمام وقت توی لابراتوار مشغول باشید عکاسی خیابون هم میکردید. بعد آخه یه مسئله دیگه هم که خیلی مهم میشه اینه، خیلی از آدما من عکاسی خیابون کردم، عکاسی خود شخصی کردم. شخصی منظور شخصی مثلا از جبهه فلان عکس گرفتم، عکاسی عروسی کردم. همه این چند مدل رو انجام دادم. چیزی که تو عکاسی خیابونی مهمه، خیلی برای خیلی‌ها مسئله میشه، اینه که این تعامل کردنه با آدم‌ها برای عکس گرفتن خیلی موقع مشکل میشه. یعنی یه سریا تا به مشکل میخورن سریع این مسئله رو مطرح میکنن که ایرانی‌ها مثلا بی فرهنگ، اینا فرهنگ دوربین ندارن، واسه همین من نمیتونم ازشون راحت عکس بگیرم و اینها. یا هزار تا مسئله دیگه، مثلا نمیدونم کسی که یه مثلا دونشون بیاد تو عکس عنوان یه در دهاتی چیزی. نه آخه الان ببین مشکل بیشتر اون نیست به نظرم. مشکل آدما راه میان. مشکل امنیتیه. یعنی الان مثلا تو با دوربین بری تو میدون هفت‌تیر یه امیدی که اومد دعوت گرفت. آدمای معمولی شاید 80-90% مقاومت نمیکنن. یعنی الان اون ترسه هستش که الان من برم یهو یکی بگی آقا چه خبره؟ کی هست؟ اون الان ببین این عکس رو ببین، یکی از دوستای من اسمش حسین هنریاریه. عکاس عالی هم هست.
خیلی سطح بالا تبلیغاتی و همین عکسه من داشتم عکس چاپ میکردم یادم این عکسه تو عکسای چیز دانشجوه همین چه سالی؟ همین 20 روز پیش بعد اینو 2 تا چاپ کردم و مال اون دختر رو دادیم رفت این یه دونه هم برشتم زدم اینجا 2-3 روز بعد ایشون اومد و گفتش که عکس من گفتم که آره اینطوری بود گفت من خونهشون نیاورانم گفت من رفته بودم من خونه رفتم ماس بخرم یه خانمی من آقا من میتونم از شما عکس بگیرم گفتم بگیر یعنی این جریان این عکس همینه چقدر عجیب آره بعد به من گفتش که اومد بهش بگفتم بابا دادیم رفت گفت ببین بهش با من از من با لنزم نرمال عکس گرفت پورتره باید با تله بگیری بهش گفتم نه بابا من نمیگم به من چه مربوطه استادش سر کلاس باید بهش بگه نمیدونی دانشجوی کجا بود؟ یادم نیست خیلی اینا عکسای چیزشونه بود دیگه چی میگن کلاسشون بود مشقشون از اینا که عمق میدان هم فلان محو شدن حرکت و ماشین از این چیزا آره یعنی ببین اتفاقا این به نظرم هست تو خیابون من همین چند روز پیش رفتم توی دم بازار یه دختر و پسر دم شمس العماره دم اون چیز فروشی هست سر کوچه مروی عکس میگرفتم اجازه میگرفت میگم عکس میگیرم از شما باید با نگاتون شد حالا چه پروژه‌ای داشتن من نمیدونم ولی همین پروژهشون همچین چیزی بود مردم راه میدن الان همین عباس که بهت گفتم عکسای بسیار عالی داره تو مترو همین عباس که همکار منه اونو دم در دیدیمش آره عکسای درجه 1 داره از عاشورا تو مترو گفت دوربینمو گرفتن 2-3 بار به خاطر این رفته یه دونه آیفون نمیدونم چند خریده که دوربینش چیز باشه میگیره عکس خیلی داره یعنی فکر میکنم 3-4 هزار تا گرفته خیلی از بچه ها عکاسای چیزان نشستن نگاه کردن توش مثلا 300 تا عکس حسابی هست بعد مردم چیزی نمیگن اون یارو پاسبونه میاد اقاطه میگیره چیزی دیگه که میخواستم بگم اینه که یه تأکیدی که شما دارید روی این عکسایی که تو پیجتونه خیلی روی اینه که اون موقع مثلا دیجیتال نیومده بود که همچین عکسایی بگیریم خواستم ببینم که این ایده‌ای که مثلا شما شروع کردین این عکس‌ها رو بگیرید با این همزمانی داشت یعنی شما از این متأثر بودید که خب الان عکس سلفی خیلی مد شده پس من این شکل الان عکس گرفتم یا نه مثلا جور دیگه ای به ذهنتون رسید که سلفی بگیرید چون اون موقع سلفی خیلی باب شده مثلا 10 سال پیش یعنی از همون موقع نه ما مثلا ببین چه جوری بود اون موقع که نگاتیو بود خیلی ما عکس داریم حالا سلفی که نمیشه بهش گفت ولی مثلا عکس با عکاسا 2 نفره یا بعضی وقتا 3 نفر حالا این هم سلفی حساب نمیشه که چرا نمیشه؟ آره سلفی خب معمولا 1 نفره باید بشه سلفی چند نفره هم هست؟ آره ولی شما چه اسمی روشون میذارید اگه سلفی نذارید؟ به قول خانم زندی عکسای 2 نفره در 2 نفر اینا یه رسمی بود تای فیلمشون مثلا 34 تا گرفته بودن 2 تاش مونده بود 3 تاش مونده بود میمدن ما هم عکس میندازیم که این تموم میشه اینجا همینجا نه اینجا هم اونور که بودیم کودک بودیم از اون ته فیلم ما زیاد عکس داریم چی جالب یعنی ته فیلمه 34 تا 35 تا گرفته میخواد تمامش کنه با ما عکس مینداخت یعنی حرومش میکرد عکس مینداخت ولی موجوده اتفاقا هم جالبه خب که هست اونا چجوری بود یعنی مثلا یه نفر سومی از شما 2 نفر عکس میگیره حالا یا هم جورای مختلف دیگه آره دیگه نه اینجوری نه
سخت بود اونجوری چون ویزا رو نمیبینی. خب تو میتونی اونجوری عکس بگیری؟ چجوری اینجوری با دوربین؟ با دوربین نگاتیوی عکس خودت عکس بگیری؟ میشه، شانسی میشه چون فوکوسش معلوم نیست. آره. خیلی داستان داره. آره. کادرش رو نمیبینی. آره. حالا نسبتی شما بین اون عکسایی که ته نگاتیوی بود با این عکسایی که الان دارید میگیرید برقرار میکنید؟ مثلا خب اونها هم به یه شکلی یه عکس 2 نفره‌ای بوده که مثلا شما بودید. نه دو نفر. الان ببین اون عکس ته نگاتیویه. این 3 نفره میبینی؟ آقای ساعتی، افراسرخ، من. دومین زیر پناهی. زیر جهان. اینا از همون تفیلمی هست. زیاد اینا داریم که وایسادی ملکی اون فیلم تموم کرده با ما. حدودی میتونید عدد بگید که چقدر مثلا میشه؟ یادم نیست. الان میتونیم اون عکس رو ببینیم. این؟ آره. اون آقای عالی گرفته از من و فرامرز. پس ته حلقه آقای نه این نه ته حلقه نیست. این آقای عالی یه دونه دوربین پنتاکس 6 طرف داره. خیلی عالیه. یه حلقه گرفته از من. برای اولین بار نگاتیوش هم داده به خودم. اون عکس تقریبا مال 24-5 سال پیشه. یه سوال دیگه، شما تا به حال هیچ کدوم از عکسایی که تو پیجتون گرفتید رو چاپ کردید یا همینجوری فقط به شکل دیجیتال؟ نه چاپ من ولی میخوام یه روز این کار بکنم. خب اوکی. ایده سفیده بده ایده سفیده که اینا رو مثلا عکس 13x13 انقدی چاپ کنیم، بچسبونیم روی شاسی، همه رو بزنیم توی جایی، یه نمایشگاهی. بعد هر کی که اومد از اونا که توشه بدیم یه دونه بهش کادو بدیم. اوکی. ولی من چشم یه ذره کار کرد، یه عکس سلفی رو پیدا کردم که چاپ کرد. کدوم؟ اینو. البته 2 نفره اگر این فکر میکنم از همون سری عکس هستی. اینو شاید. این چی بوده داستانش؟ چون این برام سوال شد که چرا این چاپ شده. این شخصیه به عقیل ذبیحی متخصص اسکنره. خیلی علاقه‌منده مثلا به من و اینا. بعد دیگه گفتش که برام چاپ کن و برام خلاصه ما چاپ کرده. به دادم به خودش یه دونه داریم. پوش نویسی شده یا؟ نه این نه اون شاید. بعد این عکسایی که نه عموما این اتفاق نیفتاده، چاپ نشد. این کسی دیگه ای نبوده مثلا درخواست بده چاپ کنید طرفش؟ نه من نکردم. من حتی فایلش هم ندادم. البته خب میتونه کپی کنه ولی فایل اصلیشو ندادم. من فایل رو همه رو از کلشو تو 2 تا هارد جداگونه کپی کردم نگرشتم. اون اصلیاش. اصلیش هم بزرگه، فکر می‌کنم 5-6 مگ باشه. این بچه قصه شد. یه نکته دیگه این که خب شما این عکس‌ها رو چاپ می‌کنید در نهایت اینا چه سرنوشتی پیدا می‌کنه؟ یعنی توی یه نمایشگاه رو تبدیل به نمایشگاه بشه، کتاب نه بشه؟ این در حد پیشنهاد سبیله بوده. نمیدونم حالا تا چقدر عملی که میشه که بالاخره کاراشو میشه خودمون بکنیم. بعد گالری اینا هم بالاخره آشنا داریم یه جا بذاریم. نمیدونم حالا کار جالبیه یا نیست نمیدونم، ولی حالا فعلا در مرحله تئوریه. تهش قرار به خود آدما برسه. من دوست دارم اون اتفاق بیفته. اتفاقا به سپیده گفتم که یه حسنی داره این صفحه من که من بمیرم خیلی از این آدم ها اون سلفیه رو با من و با خودشون میذارم میگن این بابا مرد. از این نظرم جالب. یعنی یه حسن کل صفحه ما پر میشه از عکس من و اون. این قسمتش هم خوبه. البته
آخه یه چیزی باز این یه ذره این چه حرفی شاید یه ذره بی‌رحمانه باشه، ولی چند نفر که توی صفحه که عکس دارن که فوت شدن، یه تعدادشون فوت شدن. در 15 نفر موت. آره یه چیز دیگه ای هم که دقت می‌کردم این بود که میانگین سنی مثلا خیلی رو میان سال داره میچرخه. چرا من؟ جوونم زیاد جوون داریم ولی مثلا جوون مثلا همسن و سال من دقت کردم خیلی پایینه. یعنی یه بخشش که مثلا همسن و سال شماست بود یه ذره مثلا میاد پایین‌تر تا یه جایی میاد ولی دیگه از یه حدی پایین‌تر. به نظرم زیاده. نمیتونم حالا یادم این درصد بگم بهت ولی زیاده. نه من چون یه دور عکس‌ها رو دیدم بعد حالا 2 دور ببین. حالا 2 دور اینا. ولی حالا بر اساس همین یه دور اینو دوست داشتم بگم که حس میکنید که تونستید در واقع این ارتباطی که مداوم با جامعه عکاسی داشته باشید و با نسل متأخرش برقرار کنید، یعنی با جوان‌ترها، یعنی اونا مثلا میان اینجا صحبت بکنن مایل به مثلا حالا عکس گرفتن که یه پروسه‌ای از کل این قضیه مثلا تعامل با شماست، ولی این اتفاق میفته مثلا ورودی‌های جدید دانشگاه، ورودی‌های مثلا 2-3 سال قبل چقدر به اینجا رفت اومد و چقدر کارش خیلی یعنی ما اتفاقا توی 1 ماه اخیر من فکر میکنم بیش از 250 300 تا شاید دانشجوها هنرستانی ها اومدن اینجا جوزمان چاپ کرد. جوزمان که البته همین مشقاشون نه میان. چرا اونا عکسشون میاد مثلا سهمش کمه؟ اونا خیلی عکساشون کمتره توی کتش. خب اینا رو مثلا اینا هر کدوم یه مرتبه اومدن. می‌دونی؟ یه مرتبه اومدن، خیلی هاشون اینه که مثلا رشتهشون فلانه، مثلا یه واحد عکاسی دارن، 2 واحد عکاسی هم توش قاطیه. اینا فقط میخوان پس کنن برن. میدونی اونو چیز حساب نمیشه، مثلا بگیم عکاس هنوز اونجوری نیست که بخواد، چون مثلا ممکنه داره وکالت میکنه، داره نه گرافیک میکنه، داره یه چیز دیگه میکنه، یه واحد هم عکاسی اون لا گذاشتن بهش. ولی مثلا خود دانشجوی عکاسی چی؟ چون اونا هم مثلا تعداد عکسشون باز نسبت زیاده. به لوازم عکاسی کمه. اونا هم هستن. آره ولی باز سهمشون کمه. حالا سعی میکنیم بیشتر رو یه چیز دیگه ای هم تو خودت عکاسی خوندی؟ من الان دارم عکاسی میکنم. کارشناسی عکاسی میکردم و معماری میخوندم، الان عکاسی میکنم. یعنی برای فوق لیسانس؟ اینو داشتم میپرسیدم که توی پیج ما یه سری آدمایی رو میبینیم که مثلا سوال میشه و اینم عکاسه، مثلا چه مجری تلویزیون من دیدم، سلبریتی دیدم، مجری تلویزیون اسمش فکر کنم شاید دارم اشتباه میگم ولی شاید سیامک سفری بود اسمش درست. سفاریان بود. آره نه اون عکاس. آره. مثلا قبل از اینکه بره تلویزیون این عکاس نجومی هست. عکاس نجوم. با اوشین زاکاریان، با بابک تفرشی، با حالا 2-3 دیگه تیمشون بود اصلا کار میکردن. بعد تازه رفت تلویزیون. اگه دقت کردی شد تلویزیون هم خیلی حرف نجومی میزنه. آره. سیاوش سفاریان عکاس بود. پس کنجکاو شدم چند تا دیگه از اینا رو بپرسم که اینا رو مثلا چه جوری مثلا نه اگه اصلا عکاس نباشه من نه اونایی که هستن رو میپرسم. مثلا مهدی پاکدل. خب مهدی پاکدل اصلا عکس گرفت، نمایشگاه گذاشت، بعد من باشه عکس گرفتم. وگرنه از بچگی میومد اینجا. از بچگی یعنی از چند سال؟ یعنی از بکنم دیپلم، زیر دیپلم میومد اینجا؟ آره. عکس نداشتم. چی صابر اول چی؟ اونم به خاطر عکاسی. اون چقدر سرقه داره؟ سرقه‌شو من نمیدونم ولی اونم صابر اومد اینجا نمایشگاه گذاشت دیگه. چند بار اومد عکس چاپ کردیم. نه اونم به خاطر همینه. الان ببین این
حامد بهداد اینجا چند تا پاکت داره؟ یک همه اینا مال اونه. نیومده چاپ کنه هنوز. داره از این فیلم های چیز بازی میکنه. وقت نکرده دیگه. نه اگر عکاس نباشه من عکس نمیگیرم باش، به خاطر میگم من با چک نواری هم میگم عکس نگرفتم. آره با خیلی با آقای چیز شمس لنگرودی اومد اینجا 2-3 روزم اومد، من باش عکس نگرفتم. باز یه نفر دیگه واقعا خیلی هم دوستش دارم لنگرودی رو. یه نفر دیگه رو باز بپرسم چون تو پیج زیاد دیدم، مثلا پگاه انگران. اونم عکسه. اونم عکاسه یا اینکه کار سینما میکنه مثلا؟ هم چند تا مستند ساخته، هم الان مستند اینا رو ساخته. ایشون کیه؟ این یه سیاهی لشکر. آها. مستند چیزا ندیدی؟ اسمش چی بود سبید؟ در ارباب جمشید. مثلا مستندشون خیلی هم عالیه. فیلمش هم آورد ما دیدیم. نه عکس هم گرفته. نه فقط دقیقا مطمئن باش همه اینا اصلا برای چی بیاد اینجا پیش ما؟ وقتی کسی میاد اینجا میخواد عکس چاپ کنه دیگه، نه اینکه عکس خانوادگی چاپ کنه، یعنی عکاسی کرده میاد چاپ کنه. یه سناریو به ذهنم میرسه، سناریوی نفوذ برای سلفی گرفتن یا عکس دو نفری گرفتن. فرض کنید یه نفر دیگه مثلا کلی نگاتیو عکس میگیره، 4-5 بار میاد اینجا، بعد شما مثلا اعتماد میکنید میگید خب این عکاسه، ولی مثلا نگاتیو کلا ما چیز دیگه اینجوری انگار میتونه به جوری عکاسا رو پیدا کنه. خب بکنه مهم نه، مگه من که آبراهام لینکلن که نیستم که بیاد با من عکس نه یعنی اینو دارم میپرسم کی هستیم مگه؟ نه میدونم، ولی اینو دارم میپرسم به خاطر اینه که نمیدونم یعنی این تأکیده برام سوال میشه که چرا این تأکیده اینقدر زیاده که همه باید عکاس باشن. خب برای اینکه شالوده‌ش هم اونجوری ریختن از اول دیگه، خاطر شغلمون و کارمون. نه یعنی میخوام ببینم چرا مثلا تفکیک شده است. یعنی مثلا شما یه تفکیکی میکنید، میگید خب من میرم خیابون با آدمایی که مثلا ممکنه هر کدومشون یه شغلی داشته باشن یا اصلا نداشته باشن عکس میگیرم. اون پروژه دیگه، اون میشه یه پروژه. مثلا اینایی که عکاسن این میشه یه پروژه. خب یاره دیگه این، یعنی این تفکیکه داره رخ میده. خب چرا؟ نه مثلا من چیز نمیکنم، من میگم شما دارید یه تفکیکی میکنید این دو تا قسمت رو اصلا، یعنی میگید عکاس غیر عکاس. و چیزی که اینجا برام سوال میشه اینه که تعریفی که از عکاسایی چیه؟ چون چرا اینو دارم میپرسم؟ چون همه آدمایی که تو خیابون هستن یه گوشی دارن، با این گوشی هم عکس میگیرن. خب اینجا برام سوال همین میشه که شما این عکاسا رو چی تعریف میکنید که کلی آدم ازش خارج میشن؟ نه عکاس یعنی کسی که شغلشه، یعنی از روی این درآمد داره. حالا این میتونه عکاس تبلیغاتی باشه، میتونه مثلا مثل مجید سعیدی باشه، مثلا خبرنگاری فلان، درآمدش ولی از همینه، یعنی عکساشو میفروشه به خارجی ها، به داخلی ها، مثلا نیکوباز، نه خیلی از اینا. حتی عکاس عروسی باشه، یعنی درآمدی از این قبل این شاتره گیرش بیاد. وگرنه اگه اونجوری بخوای عکس بگیری از این خانوادگی و هر کی یه موبایل داره که بعد صفحه من الان میشد 300,000 تا عکس. آره ولی میشد دیگه. نه خب اونو نمیخواستیم که اونجوری. عکاسی به عنوان عکاس مثلا ممکنه فرض کن الان تو فوق لیسانس عکاسی میگیری، شاید هنوز از توش پول در نیاورده باشی، ولی فوق لیسانس عکاسی داری دیگه، یعنی عکاسی. خب خیلی هم فوق لیسانس عکاسی داریم که عکاس نیستن. نه در حال نه اونا من که اون به استادشون می‌خواست امضا نکنه. خب استادشون تقصیر کاره به تقصیر من که نیست که، ولی من اینو به عنوان لیسانس عکاسی، فوق لیسانس عکاسی میشناسم، میدونی؟ وقتی اونجوری، ولی حالا عکسش من که نمیتونم واردشم بگم که عکس این بده عکس این خوبه، میتونم قضاوت کنم. تو ممکنه بتونی ولی من نمیتونم. شما میتونید؟ نه من نمیتونم. چرا؟ نه من ممکنه برم یواشکی به این بگم که این عکسش فلان بود، ولی هرگز اظهار من خیلی وقتا شده
ماها اصلا عادت کردیم چون عکسای آدمای مختلف رو چاپ میکنیم اصلا نظر ندیم، میدونی؟ برای خودمون جدا آره، ولی به خود مثلا میگه عکس من چطوره، ما میگیم خوبه. ممکنه خیلی هم بد باشه ولی ما میگیم خوبه. چون ما اینجا شغلمون این کاره، نقد نیست نمیکنیم. ما اون عکس رو چاپ میکنیم، ازت یه پولی میگیریم تو میری. وظیفه‌مونه که کیفیت خوب و ترتمیز و اساسی تحویل تو بدیم، نقد نه. بعد من دیوار دارم چند تا عکس می‌بینم که یه ذره فرمتش با اون عکسایی که مثلا داخل پیج فرق کنه. مثلا اینا مثلا این مثلا عکسی که با آقای زمردی انداختید مثلا داخل عکسای چیز قرار میگیره، داخل فرمت مثلا عکسای پیج قرار میگیره. نه اونا بسته تره. نه شاید مثلا بزنم شاید مثلا کرافشیر باز مثلا عکسی باشه که یه بتونه خود دیگه هم یه درچوبی جا؟ یه درچوبی بدیم. آرا رو حتما یه مسئله دیگه اینه که من میخوام من رفتم اومدم یه فکری کردی. آره قشنگ فکر کردم اینو چی میتونم بپرسم. آره یه مسئله دیگه اینه که شما با یعنی دقت کردم تا اونجا که دیدم کسایی که ازشون عکس گرفتید و تگ کردید تو اینستاگرام فالوشون هم کردید. خواستم ببینم که شما ارتباطتون رو با این آدم‌هایی که ازشون عکس میگیرید حفظ میکنید، یعنی همچنان مثلا دنبالشون میکنید و باهاشون صحبت میکنید؟ چون بعضن کسانی رو دیدم که مثلا چه بدونم قبل کرونا اومده اینجا عکس گرفته و الان مثلا خارج از کشور مهاجرت کرده، اصلا قیافش زمین توسعه فرق کرده. نه تماس دارم. خیلیشون حتی تلفن رد و بدل کردیم، من تو تلگرام یا واتساپ مثلا باشون تماس دارم. یه سری هم نه تو همین چیز مثلا دایرکت مثلا می‌پرسه قیمت فلان چنده، عکس فلان، از این مکاتبات هم داریم. مثلا من میخوام نمایشگاه بذارم مثلا فلان، مثلا توصیه‌تون چیه چیکار کنم از این کارا. ولی خب اونقدر چیز نبودم که نزدیک نبودم که بخوام باشون تلفن رد و بدل کنم. بعد یه مسئله دیگه ای هم که هست، از بعضی اشخاص ما چند عکس میبینیم توی پیج. مثلا یه بار یه بابایی اومده یه بار ماسک داره، یه بار شاشه. نه فقط همون یه ماسک. نه من تکرار کردم همون رو گذاشتم بالا. نه یه مثلا از بعضی افراد هست چند تا عکس، یه عکس مثلا پر ریشه کامل ریش داره، یه عکس 6 دقیقه، مثلا انگاری که چند بار با یه نفر عکس گرفته شده و گذاشته شده. اگه باشه خیلی کمه. مثال من مثلا ببین نه مثلا با چند نفر تو کرونا با ماسک عکس گرفتم. مثلا با ولی این که الان تاریخ مثلا من اینو که نگاه می‌کردم آره این مثلا چند سری عکس داره، عکسای مختلف. فکر نکنم. آره مطمئنی؟ آره یادم نمیاد. یا باز مثلا نمونه بود. ولی مثلا عکس بابک بورزویی یه عکسه مثلا از 2018 هم اینجوری تکرار میشه. آوردم بالا. آره. این یعنی این که برای یادآوریه. این یعنی این که بابک بورزویی مثلا کلا یه بار اومده اینجا عکس گرفتی یا مثلا یه بار کلا عکس گرفتی؟ حالا ممکنه زیاد اومده باشه ولی یه بار عکس گرفتی. آره. یه بار عکس گرفتیم. معمولا یه بار. الان میگی من تعجب میکنم با امیدم. نه اونا رو میتونم. دیدی؟ آره. ولی نگاه میکنم اضافه‌هاشو پاکی. ولی اون ماسکه هست. آره. مثلا با قانون وحیات با ماسک یا مثلا با خودم و مهران با ماسکی. با آقای مقیم نژاد مثلا. آره. به خاطر اونم به خاطر نشون دادن کرونا. مثلا یه بار اینجا ما خیلی به هم خوردیم، کاغذامون برق رفت. کاغذامون خراب شد، اصلا داستان شد. که تو همون تاریکی عکس با سپیده انداختم، نوشتم ببرقی، یعنی نه که بخوام عکس بندازم مثلا و یه برقی رو می‌خواستم نشون بدم. صدمه که می‌خوریم. اونم کرونا. حالا اونی که میگه الان درست یادم میاد، نگاه کنم حالا. یه چیز دیگه هم می‌خواستم حالا سعی می‌کنم با جوانان زیر 30 سالم زیادتر عکس بگیرم.
آره تو چند سالته؟ من 25 ساله. 25. تو چند سالته؟ 20. آره. حالا تو هم رشته عکاسیه؟ کجا میری؟ کجا؟ ما جفتمون دانشگاه هنر دانشگاه هنر اونی که در زیر خیابون رشته؟ بله دقیقا. اینجا چیه پس؟ این دم امجدیه؟ اون سینما تئاتر دیگه. آره. اینجا هم عکاسی دارن. شاید واحد عکاسی داشته باشن ولی دانشکده سینما تئاتر. ولی من اینجا هم شنیدم عکاسی داریم. نه حالا نمیدونم. آقای نووی مثلا اینجا هم تدریس میکنه ولی خود رشته عکاسی همون روبروی بزرگه. حالا من اینو می‌خواستم بپرسم، حالا این کارو واقعا میکنید؟ یعنی الان میرید مثلا کسایی که چند تا عکس ازشونه رو پاک میکنید؟ برم مناسبتش رو یادم بیاد. نه اونی که تکرار کردم عمدیه. نه برای یادآوری عکسش از پایین بود آوردم بالا. آره اونو میدونم ولی اونی که چند تا عکس ازش هست اون قراره حذف شه دیگه. یه عکس ازش بذار نگاه کنم ببینم. نمیدونم الان چی هست. چرا حالا شاید هم پاک نکنم. بله مرسی. تو فایل نباشه. مگه اومدی پارک؟ حالا این کارو میدونی من چیکار میکنم؟ چیا رو؟ با پفک چیکار میکنی؟ میرم پارک میدم کلاغا میخورم. کلا. خیلی دوست دارم. البته پنیری شد. میگم یه سلفی هم اگه با یه کلاغ بگیری داغ میشه. عکس یاد گرفتم. اونا نمیان جلو. اونا رو پس نمیتونید راضی کنید. اتفاقا تو پارک یه پارک از اینجا خونه من چیزه دم چهار قصر. بالای پارک از پارک اندیشه. رفتی؟ اونجا من میرم کلاغ‌بازی. بعد اتفاقا چندین نفر اومده اونجا با من سلفی گرفتن. صرف فوتوژنیک بودنه تو؟ نه من نمیدونم میشه با هم عکس بگیریم با هم بگیم. واقعا همینطور؟ آره. یعنی مثلا از هیچ کدومشون نپرسید که مثلا شما پیج منو دیدید؟ نه اصلا تو خیابونم هم اینطور گرفتن. اون سیبیله داره کار خودش رو میکنه. آره. مادرم هم میگفت تو خیلی از من تعریف میکرد. یه مسئله دیگه سر کپشن عکس‌ها. کپشن عکس‌ها معمولا این شکلیه من هیچ توضیح نمیدم. نه فقط زیرش زید مثلا با فلانی با فلانی. بعد یه نمونه فکر میکنم عکس با آقای محمد خانی بود. محسن محمد مرحوم شد. استثنا من اون عکس رو داشتم میدم زیرش شرح نوشته بود که این عکس رو گرفتم به من گفت نذار صورتم رو اصلاح بکنم یه عکس دیگه بگیریم ولی دیگه اون نیومد کرونا گرفته بود و یا مثلا عکس بین اون فاصله که قرار ریششو بزنه بیاد مرد. آره یا مثلا عکس بابک برجوهری که گذاشته بودی مثلا زیرش یه همچین چیزی نوشته بود مثلا بابی زود رفتی و این داستان ها. بعد من مدام داشتم به این فکر میکردم که انگاری هر کدوم از این عکسای دو نفره یه قصه ای داره. این قصه رو چرا توی کپشن ها نمی‌نویسید؟ چون که از اول ببین مثلا من اگه دقت کرده باشی مثلا نوشتم با رضا رفیعی تقریبا همه‌شو به غیر از فکر کنم اشتباه نکنم 3 تاش. یکی احمد عالیه، یکی آقای دهقانپوره، یکی هم آقای بهمن بهروز. اینا رو نوشید با رضا رفیعی؟ نه مثلا نوشتم با استاد فلان. آره 3 نفر باید باشه و دقیقا هم به خاطر این بوده که اینا استاد بودن و استاد خودم بودن. بهمن بهروز که سال 58 استاد من بود
که موقعی که بر عکس انداختم به من گفت رضا کسی ما رو نمیشناسه اصلا. که گفتم حالا چرا نمیشناسه؟ بعد نوشتم وقتی استادم فلان. خب خیلی چیز جذاب بود برای خیلی، چون هیچ‌وقت نمی‌نویسم. اون دو نفر رو خیلی میشناسم. بعد بقیه با فلان اسم، حتی آدمای محسن، حتی آقای فخرالدینی، اصلا هیچ کدوم من استاد ننوشتم. تو استادم نیستم. آره میاد منتها این برنامه رو هیچ وقت داشتید که مثلا توی یه مصاحبه در مورد هر کدوم از این عکس‌ها شروع کنید صحبت کردن و داستان عکس رو بگید؟ چون مثال میزنم، مثلا سری پیش که ما برای مصاحبه مجله ایز اومدیم اینجا، اخیراً یه آقایی اومده بود اینجا عکس گرفته بود. بذارید من اسمش رو ببینم، اصلا اسمش رو گفتید که از آمل اومده. بعد من اومدم باهاش عکس بگیرم، گفتم تو مپل شدی دیگه، تو پات جا نمیشه. مثلا ما این عکس رو میبینیم متوجه این داستانه نمیشیم. آقای مولوی یه بذارید اسمش رو چک کنیم. آره حمید مولوی. این عکاس قدیمیه، آره. ولی با خانومش رفته شمال ساکن شده دیگه نمیاد تهران. آره یعنی خواستم بپرسم که چیزی دارید که یه موقع اینها رو روایت کنید؟ خب خیلیشون دارم. خب خیلی صحبت ها که رد و بدل میشه، مثلا تو موقعی که داری عکس میگیری بعد 2-3 بار بگیری، بعد من که خودم مهم نیست نشون میدم همیشه ببینم تو خوشت میاد از قیافه خودت توی عکسه، تو اگه تایید کنی من میذارم. خب فقط فوکوس باشه، بقیهش مهم نیست. ولی خب یه سری آدم ها میخواد دوست داره که عکسش خوشگل بیفته. مثلا من که هم تو فابریک خوشگلم دیگه. خاموش شد؟ یه لحظه اجازه بدید ما این چیزو بسته شد دیگه، بازیش تموم شد دیگه. زبطه دیگه نمیشه پفک خورد. خب یه چند مورد از این اتفاقای جالبی که سر بعضی از عکس افتاد، از این عکس‌های 2 نفره رو میتونید نام بگید. من میتونم چیزم بکنم. من چون نه مثلا فرض کن اومدیم با مریم زندی عکس بگیریم، بعد گفت من میخوام به هم بزنم اینو. مثلا مریم زندی از اوناست که 2 بار عکس داره. به هم بزنه یعنی چی؟ گفت میخوام باز بگیریم، مثلا نمیخوام اونجوری که تو میگیری بگیریم. گفتم باشه. 5-6 تا 6-7 تا عکس گرفتیم همینجوری. الان اگه مریم زندی رو نگاه کنیم بازتر از بقیه است. دیدی؟ آره گفت اینو بذار. با هم گفتیم چشم. از این اتفاقات زیاد میفته دیگه. یا مثلا قبلش اون یه ذهنیتی داره، مثلا فکر میکنه مثلا اینجا مثلا شکافتن اتم و ایناست، مثلا میخوایم یه عکس بگیره بذاره این تو، و میبینن نه مثلا 30 ثانیه انجام شد خدا. اینجوری هم هست بدون مکالمه. ولی خب یه سریش هستش که مثلا اومده یه نمایشگاه چاپ کنه، یه کار طولانی داشته، قبلش اصلا کلی حرف زدیم، بعد من دعوتش کردم بیا عکس بگیریم. اصلا صفحه منم ندیده بوده. بعد من دیدم عکس‌های جذابی داره، گفتم بیا. این فرایند عکس گرفتن رو شده ضبط کنید؟ مثلا چه می‌دونم یه بار فیلم بگیرید؟ نه ولی چند نفر از پشت صحنه‌اش عکس گرفتن. اون قابل دسترس هست؟ یعنی مثلا شیر شده روی اینستا؟ آره خیلی هاشو مثلا عباس گرفته، خیلی هاشو سویده گرفتن. آره پشت صحنه هم بعضیش میداد. اسم پشت صحنه‌ای هم از کار داریم.
برای خود من که مثلا تجربه نکردم این سلفیه رو، خیلی برام جالبه که ببینم واقعا اتم شکافتن همیشه اینجوری چه اتفاقی. حالا با هم میگیریم امروز. نه همیشه اینجوری، خودم همیشه فکر میکردم که یه کاری بکنم این قاعده شو اگه بخوای میگیریم. آره چرا که نه. آره. با ایشون هم میگیریم. آره ایشون که رئیسه. رئیس کجاست؟ رئیس الوزراء. خیابون وزرا؟ یا اون وزرا میشیم. آره بسیار عالی. فقط سوال آخر این که شما به یه طرح جامعه تر برای اینکه آرشیو عکسایی که از آدم‌هایی که توی این مکانی توی لابراتوار آریا می اومدن فراهم بکنید فکر کردید؟ مثلا چه بدونم همون مثلا نگاتیوهای طرحی مثلا بیاد کنار مثلا عکسای دو نفره شما قرار بگیره یا عکسایی که مثلا به شکل‌های مختلف گرفتید، مثلا این عکس که دیگه بیشتر از 2-3 نفره یا فرمایی که همون قالب 2 نفره رو داره میشونه. نه تنها عکسی که اون تو صفحه من هست که استثناست، اونم به خاطر اینکه بهمن سال 88 فوت کرد. بعدش این کار من شروع کردم. بهمن عکسشو ندارم. بعد بهترین عکسی هم که دیدم یکی از بهترین کسایی که یار بهمن بود و الان هم هست پیمانه. اون عکس گذاشتم. بهمن میبینی با پیمان دارم فیلم نگاه میکنم. اونو گذاشتم تو صفحه. تنها عکسیه که فرق داره. ولی میخواستم یه بهمن باشه، دیدم اون پیمان باشه باید. الان کتابش رو دارم میاد. آره دیدی استوریمو؟ استوریتون رو ندیدم ولی اسم کتاب فکر کنم چشم درون، چشم عکاس، دقیق یادم نیست یه همچین. الان داره میاد چیزه. چشمی داشت داخلش اگه اشتباه نکنم. آره چشم بذارم برو قایم شد. یه چشمی داشت. نه خیلی وقت پیش. چقدر با دقت دیروز من گذاشتم. نه آخه من اینستا الان دی اکتیو کردم. چرا؟ حوصله‌ام نکشید. از صفحه منو چجوری دیدی؟ قبل به هر حال تنها عکسی که توش بید نمیاد. نه فرق داره. نه عکس با چیزم هستی با فترو. اول اولی. آره درست. پس تو با دقت‌تر از من دیدی. یعنی با نمیشه. نه ما رفتیم آمار در آوردیم. این عکس چیزم چشم گرفتیم. چه سالی از سپیده این عکس گرفتید؟ به نظر یه ذره قدیمی میاد چون کیس و اینا هم دارید. سپیده این مال بکنم 10 سالی هم باشه. خیلی هم لاغرتر بود البته. الان یه خورده تقل مقل شد. این فکر کنم آره 9 سال 10 سالی بود. تازه اومده بود اینجا. الان 12 سال اینجاست. الان اون رئیس ماست. آره. بسیار عالی. خب من یه سوالی ندارم. دم شما گرم. ممنون از شما که دم شما گرم، خیلی ممنون از شما. صحبت کردید. دست شما در